درود بینندگان شبکه‌های اجتماعی رادیوی تاجیکستان، نشر نوبتی برنامه میدانی سبز است و در این نشر دایر به ترانسفری فوتبالبازان تاجیک چند تاش انجام شد و چند ترانسفری دیگر میباید انجام شود صحبت خواهیم کرد و همصحبت ما هستند همکارم سعید احسان جلالیان. خوب خوش آمدید سعید احسان. خب ما دیدیم که در چند روز اخیر فوتبالبازی تاجیک احسان پنجشنبه به دسته سعودیانه ازبکستان گزارش انجام داد و همچنین با چند فوتبالبازی دیگری تاجیک دسته های ازبکستان، ایران و همچنین حتی از عربستان سعودی نیز با بازیگران تاجیک مخصوصا احمدانی کمالوف توجه ظاهر کردم و میخواستیم دایر به روزانه ترانسفر زمستانه نظر شما رو بفهمیم. تشکر. سلام بیننده های گرامی. واقعا هم گزارشی زمستانه فوتبالبازان تاجیک این موسم با همان خبرهای مهم شروع شد، مخصوصا رفتن احسان پنجشنبه به سعودیانه ازبکستان این رسمی شد. چند پیشتر رسما این اعلام گردید که فوتبالبازی تاجیک به هیئت دسته سعودیانه ازبکستان پیوست شد. گپ در سر اون است که سعودیانه این موسم خیلی خوب بازی کرد و در سوپرلیگ ازبکستان موقعش در زینه سوم است. هرچند دو سه دسته در 43 خالی دارند و خوب او امکان دارد که در بازی‌های بین المللی ازبکستان معرفی کند و همین خاطر خیلی دسته خوبم هست، چون تجربه خوبی بازی از این دسته هم میگیرد. هرچند احسان پنجشنبه تجربه بازی در سوپرلیگ ازبکستان دارد، قبلا در نوبت ازبکستان خوب از خود مهارت خوب نشان داده بود و این باعث آن گردید که بعض روباهان ایران دعوت شد، اما در اونجا موقعش پیدا کردن نتونست و برگشت به لیگ عالی تاجیکستان و استقلال کشور. اما گپ در سر اون است که تا چه اندازه احسان میتواند در دسته سعودیانه موقعش پیدا میکند این گپی دیگر است. خب تشکر سعید احسان. ما شاهد شدیم که چند پیش چندین بازیگران ما در سوپرلیگ ازبکستان بازی کردند و تجربه هم دارند، ولی متاسفانه نتیجه آنها در سوپرلیگ ازبکستان نه اونقدر خوب بود. مخصوصا احسان پنجشنبه چگونه که شما گفتید قبلا در نوبهار ازبکستان بازی کرده بود، هرچند بازی خوب نشان میداد ولی با آن سطحی که کارشناسان تاجیک، مخلصان تاجیک انتظاری داشتند در ازبکستان با آن سطح نایل شده نتوانید. و گپ در سر اون است که احسان در نوبهار ازبکستان موقع خوب داشت، چون سوپرلیگ ازبکستان از لیگ عالی تاجیکستان خیلی فرق دارد و راه یافتن در هیئت اساسی هم در ازبکستان خیلی مشکل است و چگونه ما نمیتونیم بگیم که فوتبالبازان ما موفق نمیشن. دو حمایتگر ما در هیئت اساسی بودن در نفچی ازبکستان که سرمربیش تاجیکستانی بود، ظاهر جورابویف و منوچهر سفرov. این دو فوتبالباز بودن که در هیئت اساسی بودن و گذشته از این ما یک بازیگر دیگر داشتیم. خب دورانجان ارگاشوف و کاپیتان دسته بنیادکار ازبکستان بود، دسته بنیادکار ازبکستان. بله، فوتبالبازان سطحی بلندی ما در چمپیونات ازبکستان موقع خوب داشتن و این حال هم دارن و اگر احسان پنجشنبه سطحش در دسته نوبهار ازبکستان خوب نمیشد، اون به زبان ایران نمیخرید. اون خرید یگانه بازی بود که از دسته نوبهار خریده شد به دسته زبان ایران. او مثلا همون دوره یگانه فوتبالباز تاجیک بود که خریده شده بود. با ارزش چقدر نش مثلا تیم ها میدونن، اما یگانه فوتبالباز بود احسان پنجشنبه که از استقلال خریده شد به دسته نوبهار ازبکستان و از آنجا باز خریده شد به دسته زبان. در زبان موقع پیدا نشد. سعید احسان، مقصد من این بود که بازیگران ما رفته در لیگ چمپیون‌ها خود را نشان دهند، ولی متاسفانه ما دیدیم که علیشیر جلیلوف هم رفت و چندین بازیگران تاجیک در سوپرلیگ ازبکستان بازی کردند ولی نتوانستند که در لیگ چمپیون‌ها هنرنمایی خوب نشان دهند تا اینکه دسته‌های بزرگ با آنها توجه ظاهر کنند. و حالا می‌بینیم که با یک بازیگر دیگری ما احمدانی کمالوف هم از چمپیونات ازبکستان توجه دارم و در برابر این از پرسپولیس ایران و همچنین از الاتحاد عربستان سعودی نیز توجه هست.
با اندیشه شما آمدنی کمالوف کدام دسته رو انتخاب کند که برای آینده او بهتر است و او میتواند خود را در سطح خوب نشان دهد؟ بازی حمدانی از دیگر همدستگانش از دیگر بازیگران تیم ملیمون فرق کننده است. با سرعتی که او دارد، با بازیگزاری هایی که او در میدان میکند و با همون موقع گیری هایی که در میدان، یعنی بازیش خیلی فرق کننده است و همون خاطر او با دسته های بزرگ من فکر میکنم که اگر به الاتحاد را در عربستان سعودی الاتحاد در زینه اول است و راه یافتن در هیئت اساسی است، اما اگر او در یک بازی 20 دقیقه هم وقت پیدا کند من فکر میکنم که تجربه خیلی خوب میشود. قزلخون اکنون در سر است که قزلخون در چمپیون در سوپرلیگ ازبکستان در موقع 11 قرار دارد و بازی های بین المللی مسلم است که راه داده نمیشود قزلخون و همین خاطر الاتحاد خوبتر و بهتر است. پرسپولیس هم خوب است و ایرانی ها یک من چند حالت را دیدم بازیگری کمی خارجی را میگیرن و بهترین ها را میگیرن و در لحظه های آخر به میدان میبرن تا نتیجه به دست بیارن. به همین خاطر موقع یافتن در دسته های ایران کمی مشکل تر میشود، ولی در عربستان هم همین گونه هست، اما خوب در اونجا شرایط خوب هم براش مهیا میکنن. بعدا مربی های بزرگ باشون کار میکنن، همون ظرفیت هایی که در فوتبال باز هست همین پیدا میکنن، همون سیقل میدن. من از حمدانی کمالوف باور دارم که اگر حالا این احتمال است اگر توجه شود اون الاتحاد خریداری کند احسان از حمدانی کمالوف یک فوتبال باز بزرگ هم ساختن شده. به نظر شما حمدانی کمالوف میتواند در الاتحاد در آنجا بنزما و کانته و فابینیو برای این بازیگران بزرگ بازی میکنند او میتواند موقع خود را پیدا کند؟ خیلی دشوار است، خیلی دشوار است، اما بازیگری امیدبخش است. اکثر فوتبال بازانی که از کشورهای دیگر رفتن اونا همتر خوب نرفتن، ولی تجربه استفاده کردن همون ملکه ها یا ظرفیت هایی که در اون نهفته است اونا بیدار کردن، اونا زنده کردن و اون باعث آن میشود که فوتبال باز بزرگ میشود. خب حمدانی کمالوف همین سطحش کی خوب شد؟ بعد اونه که او در استقلال خوب درخشید، بعدا رفت به یک از دسته‌های اسپانیا رفت، در تیمی تا 16 ساله تا 17 ساله بازی کرد و بعدا اومد استقلال و بینید که هم تو خریداری نمیکند، سپاهان $100,000 پیشنهاد میکند برای حمدانی کمالوف پرسپولیس یا همینطور الاتحاد. او در زینه اول است، وقتی او کانته را در میانه میدان دارد چرا باید حمدانی کمالوف دعوت کند؟ او چیزی را در همین فوتبال باز دید که دعوت کند، هیچ وقت برای نیمکت های ذخیرویش فوتبال باز دعوت نکرده است و خاطر آن دعوت کرده که اونا بیاید از او در کدام موقع استفاده کند، به همون خاطر اون فوتبال باز ما را دعوت کرده است. حالا خبرهایی هم هستند که احتمال دارد زویا جورابویف به دسته سعودیانه گزارش کند، همون دسته‌ای که الکی احسان پنجشنبه رسما با آن دسته گزارش کرد. بودن یک چند فوتبالبازی منتخب تاجیکستان در یک دسته ازبکستانی با اندیشه شما در بازی تیم منتخب چی تاثیر خواهد داشت؟ این خیلی خوب میشد اگر زویا جورابویف با دسته سعودیانه در برابر احسان بازی کند، یک دیگر فهمی اونا در میدان خوب میشد. مثلا از حمایه پرتاز بازیگزاری با خط نیم حمایه، اگر ما یک نفر دیگر در خط حمله می داشتیم باز خوبتر و بهتر میشد. خب بینندگان گرامی، ما هم امید داریم که در سال 2025 بازیگران ما در دسته‌های بزرگ میتوانند موقع خود را پیدا کنند و بازی عالی نشان دهند. همچنین دسته‌های لیگ عالی هم امید داریم که میتوانند بازیگران خوب را از خارج جلب کنند تا نتیجه ها در لیگ چمپیون‌های دوی آسیا بهتر شود. در همینجا نشر نوبتی برنامه میدانی سبز به آخر میرسد. یادآور میشم که در این برنامه ما را همراهی کردن همکارم سید احسان جلالیان. سلام.